سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم یکم مای تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. روسیه در 4 روز تنها از فرودگاه ونوکوو 643 تاجیک را دپورت کرده است. وزیر خارجه روسیه وعده داد که تفتیش تاجیک‌ها در مرزهای روسیه موقتی است. حکم قتل زنجانی بیکار شد مگر او 2 میلیارد یورو قرضش را به ایران برگرداند. تاجیکستان ویزش را برای شهروندان 25 کشور بیکار کرد. بازداشت 3 راننده برای خودنمایی در روز توی و اکنون تفصیلات خبرها. روز 30 اپریل سال 2024 گفتگوی تلفنی وزیران خارجه روسیه و تاجیکستان سرگئی لاوروف و سراج الدین موریدین صورت گرفته است. وزارت خارجه روسیه گفت که این صحبت با تشبث جانب روسیه صورت گرفته است. صحبت رهبران اداره‌های سیاسی خارجی دو کشور همگی یک روز بعد آن است که سفیر روسیه در دوشنبه سیمیون گریگوریف را به وزارت خارجه تاجیکستان دعوت کرده در رابطه با وضع ناگواری که بر سر مهاجران تاجیک در روسیه آوردند به دستش نوت اعتراضی سپاریدند. بنا به گزارش‌های خدمات مطبوعات وزارت کارهای خارجه روسیه، لاوروف و موریدین پیرامون مسائل داغ روابط دو جانبه تبادل افکار کردند، ولی طوری از ادامه گزارش برمی‌آید سبب اساسی این صحبت و موضوع محوریش محض وضع مهاجران تاجیک در روسیه بوده است. خدمات مطبوعات وزارت کارهای خارجه روسیه میگوید به جانب تاجیکستان درباره چاره‌های مقامات روسیه جهت پیشگیری از تروریسم طبق قانونگذاری روسیه شرح‌های علاوه‌ای مفصل داده شد. حوادث فاجعه‌ای در کراکو سیتی هال سبب اساسی تفتیش مشکوکانه‌تر شهروندان خارجی حوزه کشور ما شده است. به طور ویژه تاکید شد که این چاره‌های اندیشیده شده طبیعت موقتی داشته به ضد یگان ملت یا دین مشخص نگرانیده نشدند و وضع در گذرگاه‌ها به تدریج عادی شده ایستاده است. اما در حالی که لاوروف ادعا دارد که گویا چاره‌های پیشگیری از تروریسم به ضد یگان ملت یا دین مشخص نگرانیده نشدند، اطلاعیه رسمی وزارت خارجه تاجیکستان از آنچه که مسکو میگوید فرق میکند. بر اساس گزارش دفتر تاجیکستان در این صحبت که با درخواست جانب روسیه صورت گرفت، لاوروف و موریدین وضعیت دشواری را که شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه در نتیجه چاره‌های شدید مقامات روسیه قرار گرفتند بررسی کردند و سرگئی لاوروف درک واکنش جانب تاجیکستان را در این باره اظهار داشته است. سراج الدین موریدین تاکید کرده است که چنین برخورد منفی به شهروندان تاجیکستان و نقض گسترده حقوق آزادی‌های آنها به پرینسیپ‌های مناسبت‌های دو جانبه موافقت نمی‌کند. در رابطه با اظهارات لاوروف درباره گویا علیه یگان ملت و دین مشخص روانه نشدن تدبیرهای اندیشیده شده، وزیر تاجیک تاکید کرده است که این با وضع واقعی موافق نیست و عملهای منفی تنها نسبت شهروندان تاجیکستان تطبیق کرده می شوند. سراج الدین موریدین در این زمینه توجه همصحبتش را به ضرورت رعایت مقررات سندهای اساسی معیار حقوقی دو جانبه و بسیار جانبه که از جمله شرطنامه دوستی، همکاری و کمک متقابله بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه از 25 ماه سال 1993 و شرطنامه همکاری اتفاقی بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه به اصل 21 نگرانده شده از 16 اپریل سال 1999 جلب کرده است. فشارها بالای مهاجران تاجیک در روسیه بعد حمله خونین تروریستی روز 22 مارس سال 2024 در تالار کنسرت‌های کراکو سیتی هال در شهر کراسنوگورسک در کنار مسکو که 145 کشته به جا گذاشت افزایش یافته است. مسئولیت آن حمله را گروه تروریستی داعش به دوش گرفت. تا امروز با گمان مستقیما یا غیر مستقیما دست داشتن در حمله کراکوس دست کم 19 نفر دستگیر شدند که متاسفانه 17 نفرش از تاجیکستانند. از 26 تا 30 اپریل سال 2024 از 3101 شهروند تاجیکستان که به فرودگاه‌های ونوکوو وارد شده بودند، مقامات روسیه 643 نفرشان را بعد بازداشت چند روزه اخراج کردند. در این باره به خبرگزاری آزیا پلیوس از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داده گفتند که اخراج عمومی این صدها شهروند تاجیکستان بدون شرایط موافق صورت گرفته است و گفته وزارت بغیر از این نسبت به 117 شهروند دیگر تاجیکستان قرار اخراج از قلمرو روسیه قبول شده است. در حال حاضر این شهروندان نیز
در بازداشتگاه موقتی فرودگاه‌های ونوک و در شرایط غیر انسانی نگهداری می‌شوند و منتظر انتقال به وطن هستند، گفتند در وزارت خارجه تاجیکستان. در وزارت هم چنین افزودند که چنین وضعیت دشوار در فرودگاه‌های شرمیت و ژوکوفسک و دمادید و نیز همچنان مشاهده می‌شود. با در نظر داشت این، وزارت کارهای خارجه تاجیکستان بار دیگر به طور قطعی به شهروندان کشور توصیه داده است که در حال حاضر از سفر به قلمرو روسیه خودداری کنند. این وزارت هفته گذشته نیز از شهروندانش خواسته بود که از سفر به روسیه با همه گونه نمود نقلیات، چه زمینی و چه هوایی خودداری کنند. خبری به صورت عمومی از روسیه اخراج کردن شهروندان تاجیکستان منابع دیگر نیز تصدیق میکنند و میگویند در هر هواپیمایی که این شب و روز از روسیه به تاجیکستان میآیند حتما چند مهاجر اخراج شده است. اکثر آنها شهروندانی اند که تازه به روسیه رفته بودند ولی آنها را از فرودگاه‌ها پس گرداندند و اجازه ورود به آن کشورها ندادند. از 22 اپریل سال 2024 در مرزهای روسیه تفتیش موشکافانه شهروندان تاجیکستان آغاز یافت. مهاجران میگویند مقامات روسیه حتی تلفن‌های آنها را گرفته تفتیش کرده ایستادند. این باعث در مرز روسیه با قزاقستان و دیگر فرودگاه‌های روسیه اساساً در ونوک و دیگر فرودگاه شهر مسکو در ماندن صدها شهروند تاجیکستان شد. چنین برخورد نسبت به شهروندان تاجیکستان باعث تنش جدی در روابط دوشنبه با مسکو شده است. روز 29 اپریل حتی سفیر روسیه در دوشنبه را به یک گونه خیلی کم سابقه در تاریخ روابط دیپلماتی تاجیکستان و روسیه به وزارت خارجه دعوت کرده به او نوت اعتراضی سپردند که در آن از مناسبت دخلانه نسبت به شهروندان جمهوری تاجیکستان، اینچنین نقض حقوق و آزادی‌های آنها که به طور عمومی در فدراسیون روسیه صورت می‌گیرد، اظهار نگرانی جدی شده. تاکید شده است که این گونه عملها تنها نسبت به شهروندان تاجیکستان عملی شده، بر رویه و عنعنه‌های مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه کاملا موافق نیست. در پی این نوت روز 30 اپریل وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف با همتای تاجیکش سراج‌الدین موردین زنگ زده فهماندنی شده است که گویا تفتیش‌های موشکافانه شهروندان خارجی در پی حمله خونین کراکوس با مقصد پیشگیری از تروریسم عملی می‌شود. این چاره‌ها به ضد یگان ملت یا دین مشخص نگرانیده نشده‌اند. اما سراج‌الدین موردین تاکید کرده است که چنین برخورد منفی به شهروندان تاجیکستان و نقض گسترده حقوق آزادی‌های آنها به پرینسیپ‌های مناسبت‌های دو جانبه موافقت نمی‌کند. فشارها به مهاجران تاجیک در روسیه بعد حمله خونین تروریستی روز 22 مارس سال 2024 در تالار کنسرت‌های کراکوس سیتی هال در شهر کراسنogorsk در کنار مسکو افزایش یافت. این حمله 145 کشته به جا گذاشت و 17 نفر از 19 نفر با اتهام دست داشتن در این حمله دستگیر شده زادگان تاجیکستانند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. دادگاه ایران حکم قتل میلیاردر ایرانی بابک زنجانی را بیکار و به جای این او را به 20 سال زندان محکوم کرده است. زنجانی از سال 2013 به این سو اینک بیش از 10 سال باز در حبس قرار دارد و وکیل او گفته است که از بس که زنجانی علاقه بیش از نصف حکمش را ادا کرده است می تواند برای رهایی پیش از مهلت درخواست بدهد. بابک زنجانی که یک وقتها یکی از مورهای کلیدی در فروش نفت ایران به شمار می رفت، در سالهای پرزیدنتی محمود احمدی نژاد در رسانه‌های ایران به عنوان ثروتمندترین ایرانی در جهان یاد می شد. خود زنجانی می گفت که او در وقتش در داخل و خارج ایران صاحب 62 شرکت مختلف بود. زنجانی در پایان سال 2013 دستگیر و سال 2016 با جرم فساد به قتل محکوم شد. اصغر جهانگیر سخنگوی دادگاه ایران در نشست مطبوعاتی با اشاره به همکاری زنجانی در سالهای زندانی بودنش گفت بعد به ایران برگرداندن دارایی‌ها و پرداخت قرض‌ها درخواست او برای عفو به دادگاه ایران پیشنهاد شد. با تصویب رئیس قوه قضاییه و سازشنامه حکم اعدام زنجانی لغو شد و به 20 سال زندان تغییر یافت، گفته است اصغر جهانگیر. رسول کوپویا وکیل دفاع بابک زنجانی گفت با نظر داشت آن که موکلش بیش از 10 سال باز در زندان است، طبق قانون مقررات زنجانی امکان از آزادی شرطی استفاده بردن را دارد، زیر مهلت زندانش تمام شده است. درباره حجم پولهای به ایران برگردانیده شده چیزی تا حال گفته نشده است. مقامات ایران قبلا گفتند که زنجانی بیش از 2 میلیارد یورو از پولهای فروش نفت را به دولت برنگردانده به اصطلاح از آن خود کرده است.
چرخش در پرونده زنجانی ماه فوریه سال 2024 به مشاهده رسید. اون وقت چندین مقام بلندپایه ایرانی خبر دادند که دارایی‌ها و اموال زنجانی به ایران برگردانیده شد. از جمله غلام حسین محسنی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز 20 فوریه سال 2024 از شناسایی دارایی‌ها و اموال بابک زنجانی در خارج از ایران و انتقال این ثروت‌ها به تهران خبر داد. این منصبدار بلندپایه ایرانی نگفت که این دارایی‌های زنجانی در کدام کشورها شناسایی و به چه شکل با پول نقد و یا توسط بانک‌های این کشورها به ایران فرستاده شدند، در حالی که بانک‌های جمهوری اسلامی ایران تحت تحریمات قرار داشته. انتقال چنین مبلغ‌های هنگفت به ایران امر خیلی محال است. نام بابک زنجانی در مطبوعات تاجیک زمان روی یافت که او در تاجیکستان مبلغ گذاری هنگفتی کرد. چندین شرکت بانکداری، نقلیاتی، سرمایه‌گذاری و سیاحی را تأسیس داد، از جمله کند گروپ تاجیکستان، شرکت‌های کند گروپ اینوستمنت، آذان اکسپرس ترمینال، آذان اکسپرس ایرلاین و کند توریسم تاجیکستان و غیره به بابک زنجانی نسبت می‌دادند. اما بعد بازداشت زنجانی مقامات تاجیکستان در این کشور سرمایه و پول داشتن او را رد کردند. از جمله قادر قاسم رئیس وقت کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان سال 2015 با تاکید به اینکه بابک زنجانی در تاجیکستان مالکیت ندارد اظهار داشت که این تاجر ایرانی هیچگاه به اقتصاد کشور ما سرمایه‌گذاری نکرده است. او در افتتاح ترمینال آذان اکسپرس در دوشنبه تنها به عنوان یک مهمان فخری اشتراک کرده است. رئیس وقت بانک ملی تاجیکستان عبدالجبار شیرینوف نیز از همان سال 2015 گفت بیش از 2 میلیارد یورو پولی که جانب ایران ادعا دارد از بودجه تاجیکستان بیشتر است و فقط انتقال چنین مبلغ‌ها را پنهان کردن دشوار است. اگر آن واقعا صورت گرفته باشد، ما نه یک بار و دو بار اظهار کردیم و بار دیگر اظهار می‌نماییم که بانک ملی تاجیکستان به این مبلغ‌ها ربطی ندارد. شریف رحیم‌زاده رئیس وقت کمیته بودجه و مالیه مجلس نمایندگان تاجیکستان و پیش از آن رئیس بانک ملی هم گفت اگر منظور جانب ایران سهمگذاری بابک زنجانی در شرکت آذان اکسپرس باشد، پس در میان مؤسسان این شرکت اسم زنجانی اصلا وجود ندارد. اینکه اجرای حکم قتل زنجانی یک 8 سال طول کشید بیانگر این است که در تهران این همه سال امیدوار بودند که بالاخره زنجانی از عقل کار میگیرد و پولها را برمیگرداند. خبر برگرداندن دارایی‌های زنجانی و لغو حکم قتل او نشان می‌دهد که این امید مقامات ایران بالاخره برآورد شده است. از 1 ماه سال 2024 تاجیکستان برای شهروندان باز 25 کشور به صورت یک طرفه نظام بدون روادید جاری کرد. اکنون شهروندان این 25 کشور می توانند تا 30 روز بدون ویزا از تاجیکستان دیدن کنند. تا کنون شهروندان 52 کشور چنین امتیاز داشتند و اکنون شماره کشورهایی که برای سفر شهروندانشان به تاجیکستان ویزا طلب کردن نمی شود به 77 کشور رسید. در این باره شام 30 اپریل سال 2024 سامانه رسمی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد. در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2024 تحت رقم 190 25 کشور به نامگوی دولت‌های خارجی که نسبت شهروندان آنها نظام بی‌روادید یک طرفه به جمهوری تاجیکستان وارد شدند بود و باش و از جمهوری تاجیکستان برآمدن به مدت 30 روز جاری کرده شده است. گفته می شود در اطلاعیه وزارت در بین این 25 کشوری که شهروندانشان از 1 ماه سال 2024 می توانند بدون ویزا به تاجیکستان بیایند از جمله مکزیک، واتیکان، چرنگوریا، بوسنیا، اندورا، اومان، مالتا، مغولستان، اسلواکیا، اسلوونیا، سان مارینو، همچنین کشورهای ناآشنای چون فدراسیون سنت کیتس و سنت لوسیا، جزیره های سلیمان هستند. به شهروندان فلسطین که شناسنامه های دیپلماتی یا خدمتی دارند نیز حق سفر بدون روادید به تاجیکستان داده شد. با قرار حکومت تاجیکستان از 1 ماه سال 2024 همچنین به شهروندان سنشان از 55 بالای 16 کشور از جمله آلبانیا، الجزایر، مراکش، تونس، نیکاراگوئه، ماداگاسکار، ویتنام و به شهروندان از 55 ساله بالای خطای حق تا 14 روز بدون ویزا سفر کردن به تاجیکستان داده شد. با قرار حکومت تاجیکستان از 28 مارس سال 2024 با 14 کشور از جمله سودان، فلسطین، هایتی، اوگاندا به نامگوی دولت‌های خارجی که شهروندانشان با ترتیب ساده گرفتن روادید جمهوری تاجیکستان دارند وارد شدند.
وزارت خارجه تاجیکستان توضیح داده است که شهروندان دولت‌های مذکور به جمهوری تاجیکستان به مدت زیاده از 14 و یا 30 روز به مقصد کاری، تحصیل، استقامت دائمی و یا دیگر مقصد غیر سیاحی وارد می‌گردند. عهده دارند که قبل از سفر به تاجیکستان روادید به مقصد بود و باششان موافق را به رسمیت درآورند. سال 2022 تاجیکستان به خاطر جلب سیاحان و سرمایه‌گذاران برای شهروندان 52 کشور از جمله برای شهروندان امریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، بلژیم، ارژانتین نظام بدون روادید جاری کرده بود. به نوبت خود بنا به معلومات پایگاه ویزا ایندکس، شهروندان تاجیکستان نیز برای سفر با امتیاز به 59 کشور دنیا حق دارند. شهروندان تاجیکستان همچنین در 33 کشور جهان می توانند ویزا را در فرودگاه‌ها یا گذرگاه‌های مرزی این کشور به دست بیارند. شهروندان تاجیکستان همچنین به 3 کشور کنیا، سریلانکا و پاکستان می توانند با دریافت ویزای الکترونی سفر کنند. روسیت کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 30 اپریل سال 2024 از بازداشت 3 راننده ماشین‌های BMW برای خودنمایی هنگام حرکت گروهی واسطه‌های نقلیات در جریان اشتراک در مراسم توی خبر داد. 2 ماشین BMW رقم‌های به قول کورتای 1000 و 1111 داشته، رقم یکی دیگرش 0746 خاکسارانه بوده است. ملیسه پایتخت تاجیکستان میگوید متاسفانه برخی از رانندگان عادی‌ترین قاعده‌های حرکت در راه را رعایت نکرده باعث خلل‌دار گشتن نظم و ترتیبات می‌گردند. به گفته ملیسه مخصوصاً ضمن اشتراک در مراسم عروسی و دامادی در بیشتر موارد رانندگان واسطه‌های نقلیات حرکت گروهی را تشکیل نموده در برابر راه ماشینگر را پورا بند کردند، همزمان حالت سونی تنبشوی واسطه‌های نقلیات را به وجود آورده باعث ناراضگی دیگر اشتراکچیان حرکت در راه می‌گردند. از جمله صحنه 27 اپریل سال 2024 ضمن سنجش از جانب کارمندان ملیسه معین کرده شد که در کوچه اوفیس شیروزی رانندگان 3 ماشین تمغه BMW ضمن اشتراک در مراسم توی حرکت گروهی تشکیل نموده راه را پورا بند کردند، برای حرکت دیگر واسطه‌های نقلیات مانع ایجاد کردند. از جانب کارمندان ملیسه هر 3 راننده بازداشت کرده شدند. اینها راننده автомашین تمغه BMW رقم‌های قید دولتیش 1000 HD01 رامانوف محمد جان، سال تولدش 1988، استقامت کننده شهر دوشنبه، کوچه بورباد. راننده автомашین تمغه BMW رقم‌های قید دولتیش 1111 آت01 جورایف اقبال، سال تولدش 2002، استقامت کننده شهر دوشنبه، کوچه اسپیچک 2 و راننده автомашین تمغه BMW رقم قید دولتیش 0746 می01 قادر و فیروز، سال تولدش 1988، استقامت کننده شهر دوشنبه، کوچه میر می باشند. وابسته به حالت مذکور نسبت نامبردگان طبق طلبات ماده 328 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شده، هر کدام را به اندازه 5 نشان دهنده برای صبح‌ها، یعنی به اندازه 360 سومانی یا بیش از $30 جریمه بستند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.